بهم إلى صراط العزيز الحمید. از طریق دین اگر کدام موضوع مسئله اعلان میشه همین قسم حیثیت داره. در زمان طالبا گفت امیرالمومنین حرام کرده کشتی که خشخاشه در کل افغانستان یک بوته را کسی نکاری، بس منع کرده از طریق اسلام علما تبلیغ کنه. آل دنیا میزنه دوجا پیسه بده دوجا بده الا نفر پولیس موظف کن. نه دمی خود پستی پولیس هم چیسته کوکنار کاری ده. عجیب است این گپا. این توسط عقیده و ذهن میشه. قرآن چقدر تصوری درست به انسان میده. جهان امن چه قسم آمده میتونه، در جهان احساس مسئولیت چه قسم شده میتونه تا وقتی که عقیده تحکیم نشوه، جابجا در قلوب افراد انسانیت نشوه، توسط نیروهای خارجی کنترل نمیاد. امریکا یک سال فیصله شد وقتی دکترایشان تحقیق کردن، پارلمانشان فیصله کرد که شراب منع، جریمه ماندن، چیست جزا ماندن. باز بعد از او خیلی تخصیصی پول هم برای ازی گپ دادن، تبلیغات کردن، ورقا چاپ کردن، هیاهوی شروع شد، چیست پولیس ها را موظف کردن. خب زمانی که سال ختم شد که آمارگیری را شروع کردن، از سالایی که بند نبود از او که 2 سال زیاد چی شده بود؟ شراب خورده شده بود. این درس است. این جدا موضوع است که کفار احمق هیچ وقت فکر نمیکنه که بله اسلام ببین چه قسم حرام کرد و چه قسم واقعا جلوگیری شد و ما را ببینه. امروز و جلوی فتنه های خدا غرب امروز مکمل مسائل رابطه جنسی را از رادش این طور میدانه که هیچ پرسان نکنه. چرا بنگی برالا گپ است. ایدز کدام مرض است؟ سالانه چندین میلیون 45 میلیون نفوس از بین میره توسط مرض ایدز. یا نمیفهمه لیکن جلوگیری کرده نمیتونه. آلی هیچ رای برشان باقی نمانده که یا جلوگیری کنه. اینمی قسم خوردن شراب، نوشیدن شراب. این بیچارا که داد میزنه که الله افیون شراب خوازات میزنه نیره. خب من نمیتونه، چرا خواستی مردمشان است. لیکن یک افیونه بگوی یا خواستی مردمش است از کلش نیسته. ایره الا نگذاری که کاریده شا. این چرا اینقدر حیاهوی است که نگذاری کاریده شا؟ شما خبر داری؟ این کاریدن چرا من نمیکنه؟ مقصدش میفهمی؟ کی ایره تجارت میکنه، کی ایره در امریکا میرسانه از افغانستان مثلا. شما میفهمی؟ کلی مؤسسات خارجی از وزیرا و پاچایش گرفته تجارتش نمیسته. چرا میگه که نکاری کاریده نشه؟ کم باشه که قیمتی زیاد باشه، فایده زیاد بکنه. اگر زیاد شه فایدهشان کم میشه. یا مقصدشان بند کردن این گپا نیست، یا برای خود یک لین داره تجارت. چطور شده میتونه ده اینقدر از روی میدان هوایی تو اینقدر پندکی را ببرد امریکا؟ چیزی افیونه این امکان داره؟ این کلش فقط فریب دادن چیست جهان است. نعوذ بالله. کمپانی های بزرگ از رئیس جمهورا گرفته تا آخره. اگر خودی رئیس جمهور نیست بیادرزادهش است، بچه کاکایش است، وزیر صاحب همی قسم. در هر مملکت اینی تجارت یاد دست گرفته و کل سرمایه خود از کجا پیدا میکنن؟ از این میرا. چرا؟ کسی که دهی آغشته باشه، عادت شده باشه، خود گرفته نمیتونه. که نمیتونه که هر قدر قیمت برش بگذاری برد حاضر است. یک نسواری را اگر قطع جنگی باشه در یک دشت اعلا بکن رای جنگی تو از بین بره، خب سخت است هیچ گپ نمیزنه. لیکن در یک جای اردویشان گیر میاد، یکیش نسواریسته، اردویش نسواریسته، یکیش نسوار خلاص میکنه. مرد باشه که قطعی از دیگه گپ نزنه، باور بکن که گریان برش بکنه که نه نسوار بده که یک نسوار بده. که امر نیشه اینمی رقم است. از او خاطر یا قیمت خیلی گزاف ازی رای تجارت میگیره. دین مقدس اسلام لحاظ ملاز هیچ کس نمیکنه. آن چیزی که انسانیت در حالت خود باقی میمونه او را اشاره میکنه. میگه خمر رجس است. چرا؟ بزرگترین جوهر انسان که عقل سیر از بین میبره، از او خاطر حرام. میسر از یسر گرفته شده آسانی را میگه. قمار پول خیلی با آسانی به دست میاد. در ظاهر خوب است. بری یک دفعه در مجلس میشینی ما چندین لک افغانی را میگیری، لیکن این طور خاصیتی است که تو را آرام نمیمانه. یک دفعه که همه چیز خریدی بردی، باز اگر تو هم کار نمیکنی همی رفیقای قمار بازید نمیمانه.
میگه نه ختم میدان زده یکی دیگه میدان. تو میگه من دیگه قمار نمیزنم بسم است، ماندنید نیست. میگه نه دیگه میدان نمیمانه. آخر الامر این خو حالتی است که گاهی دیگه در سر حد میرسه. قمارباز همیشه تجربه کنه، زنش گیره می باشه، زن گیلم قالین اسباب خانه این گپا رو خب بگذار، این خود دبخانه مردم هست. سر حد میرسه که به الله قسم زنی خودم گیرو کرده. من خودم میرم دیدم که اینطور حالت سرش آمده. قرآن کریم میگه این بربادی مال است، خطری عظیم داره. چرا الله متعالی چیزا را از بین بره؟ شراب از بین برد به خاطری که امت کلش عقل از بین بره. باز خو یک صاحب راز دولت است، استخبارات است. شراب کی زد کلی راز دولت است پیش چی میشه؟ افشا میشه، گفته میره. بسته دولت تباه و برباد میکنه، کلی گپاره. زن مرد، شوهر و زن اگر نعوذ بالله شراب خورد باز میبینی که کلی رازای زن و شوهری را مکمل گفته رویست. تباهی و بربادی است. خو قمار یام تهدید میکنه یک جامعه را. چرا؟ مردم دیگه نمیره که محنت بکنه. مستری اینجا از 8 بجه صبح تا 4 بجه قطی مبلین بگوی یک دیگه کلی غذایش مبلین گشته، بازی کار نمیکنه، نمیاده مستری گیری خود. نانبای دهی گرمی در سری تنور نمیشینه، دریور دهی گرمی در چیستا اده استاد نمیشه که الا قرغه الا کوچی سنگی گفته صدا بکنه. کل گیرو میاره طرف کجا؟ میدان قمار. در میدان قمار خبر الله بس یک نفر بیبره، 10 نفر نشسته است، 1 نفر برد، 9 نفر دیگه تباه و برباد شده. چی کنن دالی؟ 1 نفر از سیری میترقه، میدان برد اما کمال 9 نفر دیگه از گشنگی هلاک میشه. او اعمالی است که سبب تهدید بسته معاشره اسلامی میشه. قرآن کریم از خاطری را حرام کرده. الله متعال میگه والانصاب، این انصاب در خمر تهدید عقل، در میسر تهدید مال، و عقل مال همهش قوام زندگی یک انسان است. در انصاب چطور است؟ انصاب جب چیست؟ نصب است. نصب و نمو سنگای است که نعوذ بالله و معبود قرار داده بودن، یعنی در نظر خودشان که اینمی هم معبود است. میرفتن حیوان ذبح میکردن، سری خونش هنوز رنگ گام میکردن. از امو خاطر مفسرین میگه هر چیزی که اینجا انصاب شامل چی میشه؟ بگوید چشمه، شامل سنگ، شامل چیست؟ درخت، هر چیزی، بیرق، قبر، کلی از یارا شامل میشه. هر چیزی غیر الله که در اونجا عبادتش کرده میشه، مردم تعظیم میکنه، حیوانات به نامش نظر میکنه، در انصاب داخل است. مثل که آل مردم ما این چیناری شای مردان است، حالا ببره خیرت است، روز نوروز است گوا میبره اونجا غرش جلال میکنه. این نصب است. اینمی چیناری 50 چینار که به نام شای مردان یاد کرده، این نصب است. این پایگاهی سخیسته الا یک حیوان اونجا میبره حلال میکنه، این نصب است. این سم دلدل است، این یو خوری دلدل است، این غاری مچم سخیسته است. اینجا چی است؟ خوابگاهی خوجه فلان است، خوابگاهی فلان. اینجا خو کده. اینجا چیش است؟ اینجا چله کشیده، چله اینجا جای چلش است، کلی از یا چیسته؟ نصب است. چرا که غیر الله، به نام غیر الله در اونجا عبادت و تعظیم کرده میشه و به نامش ذبح میشه. از او خاطر انصاب میگه. چرا انصاب الله حرام کرده؟ انصاب چی میکنه؟ بگه این نصب حماقت انسان نعوذ بالله معلوم میکنه که چقدر احمق استی. سنگ چی قدر قیمت داره؟ چی داره؟ غار حرا او غاری است که پیغمبر علیه السلام اولین وحی الله در او آمده. مرکزی که انقلاب دنیا از اونجا شروع شده، دعوت دین از اونجا شروع شده. اما در کدام حدیث آمده که کسی اگر این را بوسه کرد این قدر ثواب داره؟ یا در طول عمر صحابه باز رفته باشه، پیغمبر باز رفته باشه؟ یا جی صاحبای ما چی میگه؟ والا غار حرا را زیارت کردیم. زیارت نگوشه، گناهگار میشی. زیارت چرا میگه؟ تو زیارت معنایش میفهمی، ملاقات میکنی، خطش یک جای از تاریخی
اگر من حیث یک موقعیت تاریخی و جماهیری میبینیشه بدون تعظیم، بدون بزرگداشت، بدون از اینکه او را یک چیزی فکر بکنی که بس نه 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 یک صحابی بعد از او نرفته و نه او را چی کرده، بلکه اون عمر چی کرد؟ درخت قطع کرد. بلکه او را چی میکنی؟ سنگ حجر اسود عمر چی میگه؟ بگه اینی لعلم انک حجر، خواب بیدارم که سنگ هستی، لا تضر ولا تنفع، نه سر رسانده نه نفع. میفهمم در مجمع اعلان میکنه، میگه مردم هم میفهمونه ولولا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلک ما قبلتک، اگر پیغمبر را نمیدیدم که تو را بوسه میکرد امروز تو را ما بوسه نمیکردم. خب پیغمبر را دید. غیر از سنگ حجر الاسود یک سنگ دیگه ولو که غار سور باشه که پیغمبر پناه داده در اونجا از دشمن نجات پیدا کرده، کنجای کعبه را بوسه کردن از حدود الله تجاوز کردن است. حاجی که میرسه که رویا را میماله که در دین نیست. رکن یمانی تنها مس همیشه قطعی دست رکن یمانی خلاص، این دو کنج دیگه چون که از اصل کعبه نیست این حتی دستم مالیدن هم جایز نیست. دین برای خود یک حدود داره، تو نیست که جای دیگر هم تو مثل از او فکر بکنی. از او خاطر انصاب نشانه های معبودای باطل، هر چیزی که از معبودی باطل یک نشانش باشه، این خوابگاهش هست، اینجا چیست، وضوگاهش هست، اینجا قرارگاهش هست، اینجا چلگاهش هست، جاهایشان نعوذ بالله نشانه کرده. در افغانستان این قدر است ولی کلش از سخی است. این چیز پایگاه سخی است، این کارت سخی است. شما قسم بده کی ثابت کرده میتونه کی سخی صاحب در پشت پانتون در کارت سخی آمده؟ ایرا کی کشیده؟ کی جور کرده؟ این قبر سخی صاحب است، اینجا گذری سخی صاحب است، این شای مردان است. افغانستان که در بری ببینی که چیسته پنجه چینار استاد است، ایش بیرقا بند است، میخواد چکیده است، آلوچکا ویزان است، زنا دایش رفته رو است دیگه بار میکنه. خب سایه میباشه نه در زیر شاب آباز چشمه است، خلاص دیگه خیرت است. یک چیز است در قریه ما، خب چشمه است در بالای قریه ما، یک کمی از قریه بالاتر در ما بین نیمه کو خب چینارا پنجه چینار یک تانه 4-5 چیناری پنجه چینار بود. اینطوری خب سایه اینطوری گابی سفید داره که پرسان نکن دیگه. میخوا گنده چی پنجه چینار را ببینی که جای میخ باقی نمانده. خیرت است میخ میزنیم دندانی ما جور میشه. عجیب است. ده هر شاخش چیست لطات بند کدگیست رشما، کلش رشمای چی؟ رختای زنانه ای این را بند کده رویست. مردمی چینار است. این مخلوق که الله برای فایده توسته. حالی خیر است که چیسته برگشی قدر 50 واری است کلان است، اوی خیلی کلان شده کس غرض نگرفته. کسی مرد می بود که چوبی از را می سوختان کس سوختانده نمیتانسته. قواه می آمد از منطقه فرار بودیم، زمستان در کو بودیم، در سموچا زندگی میکردیم. ما گفتم مردم گفتم بیاری، گفتی آدم تباه میشه. ما گفتم در مسجد میاریم در مسجد میسازیم تباه نمیشه. در مسجد که آوردیم ما چیزی رو در خانم بردم. این مردم که فهمیدن او چوبا را سبا آمدم که یک چوبی خشک وجود نداره. این دوره خوراک کلش فهمید که والا یه چیز هم نیست. از اول یک پنجه چینار در هر جای افغانستان شای مردان است. در یک جای پایگاه عثمان رضی الله عنه نیست، از عمر نیست، از ابوبکر نیست. نه شای مردان داره، نه پایگاه داره، نه گذر داره، نه زمین دلدل داره، هیچ چیز نیست. نه در تنها در افغانستان، در یک مملکت دیگه پا وجود نداره. اما در هر جایی که بری بگه در پاکستان بری اونجا نه، این 5 تن پاک است، 5 تن پاک است. در دیگه جای بری عجیب واهیات است. آخر الله عقل داده ما را ببینیم. ما را به سطح دولت دالی است که گیله کنیم به نام مزار نیست. کسی مرد باشه سندن ثابت کنه که اینجا قبر علی را دارم. قبر علی در قصری چیست؟ کوفه است. چطور اینجا او آمده در اینجا؟ جندا بالا میشه، ملاها میرفت، وزیرا، رئیسی دولت ها. آخر همی عقل انسان کنم طرف میره. عجیب است. اینی را نصب میگه نشانای معبودای باطل. در هر جایی که بری که نمیتور پنجرهای گنبتا را بوسه کردن است، سر مالیدن است. این که ببینی حالات است. در مزار خواهد چون کدام دیگ است مثل زیرش تیر شو چیکو، اگر تیر نشدی چطور نمیشی؟ کلی گپاست. الله رحم بکنه. قرآن کریم میگه
این دلالت بالای حماقت همین مخلوق میکنه که الله را گذاشته که الله غفور است، رحیم است، حلیم است، علیم است، قادر است، مکمل. الله برات میگه اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. وقتی که از من طلب بکنه، الله را گذاشتن رفته در قبر معلوم نیست از کیسته، یک رقم عجیزی است. اینی را انصاب میگه و نعوذ بالله رجس است، رجس ایمانی مردم تباه کرده. والازلامو پیش تیر کرده بودیم تیرایی که توسط از او تقسیمات میشد یا تیرایی که سرنوشتی عمل کرد و کار کرد خدا معلوم میکرد. سفر بکنم نکنم، تیر برای نعم برو، اگر برامد که لا نرو، اگر نه نعم نه لا بود باز دوباره بندازه. خب این کار بکنم نه. پیش مجاوری چیست بوتا میرفت، مجاوری بوتا خلطگک داشت، عجیب رای کمویی پیسه این تو شور میداد، میگفت بله کاری تا بکن، میگفت نکن. امروز این دوایی وظیفه را گرفت، مردم تبا کرد. من قطعی فلانی عریسی کنم یا نه، دخترم برش نشسته است، بچم برش نشسته است. اگه او برش گفت که نعم بله میکنه، اگه بگه نه عجیب است. سرنوشتی زندگی خود در دستی این دوا داده، نعوذ بالله، یا جادوگرا داده. این حالاتی ماست. الله متعال میگه ایام چیست؟ از جهالت میشه که علم آدم تباه کرده. رجس من عمل شیطان، پلیتی است، یک طبیعت از اون نفرت داره، از عمل شیطان است. رجس یکی، عمل شیطان دو. فاجتنبوه، شما اجتناب بکنی از اضرار این چیزا، لعلکم تفلحون، بخاطر که شما نجات پیدا کنی برسید مقصدتان. وگرنه این کار را که میکنی و در ترکستان میرسی، نه در مدینه منوره، کدام طرف روان هستی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم، الله در یک فلسفیش اشاره میکنه. انما یرید الشیطان، یقینا اراده کرده شیطان، ان یوقع که واقع کنه بینکم در بین شما، العداوت دشمنی را، والبغضاء خصومت کینه را، فی الخمر در شراب نوشی، والمیسر در قمار. در شراب که زدی نشه میشی، زن دختر گفته دو میزنی، خلاص جنگ شروع است دیگه. در قمار در قمار که کدام جنگا میشه پرشتی گپ نگرده، سرخ آمده میباشه، نه یک حال میباشه. و یصدکم عن ذکر الله، من میکنه شما را از ذکر الله، یاد الله. نمازا میروه خبر نداره قمار بازه که وقتی نماز است یا نیست. و عن الصلات، از ذکر الله، ذکر الله رم نمیکنی دمی موقع الله یادت نیست، سبحان الله گفته نمیتونی. و عن الصلات، و از نماز من نمیکنه. مفسرین نوشته میکنه که حتی تفلکایی که چی داره، چی میگه، تشلی بازی میکنه، ایام دی داخله است. چارمغز بازی در روزای عید که عام در مردم افغانستان در روزای عید سم قمار میزنه، چارمغز لول میده یا چی میکنه، ایام تخم جنگی دی مکمل داخل است در قمار. همین تخم جنگی که در روزای عید میشه عجیب است. روز عید میاد روز عبادت یا میگیره این روز معصیت جور میکنه، نعوذ بالله، قمار میزنه. چی باقی مون براتون؟ فهل انتم منتهون، آیا هست شما قرار شوینده؟ وقتی قدر اضرار داشته باشه شما چطور میکنی؟ اینجا استفهام به معنای امر است. انتهو، من شوی که قدر اضرار داره. از همون خاطر عمر را در وقتی که آیت خوان که فهل انتم منتهون، او گفته انتهینا بالکل من شده، دیگر نخواد دید ما قدم بگذاریم. ما مسلمانان باید همین رقم باشیم، دیدهی کارا باز قدم نگذاریم. آلی خو مسئله قمار در سر حد رسیده که مردم به عنوانهای مختلف شبکه های تلفن در قمار چی کرده؟ شامل کرده. هیچ خلاصی نداری. کم معاملات قمار در این تلفن ها نمیشه. این شبکه ها دولت هیچ کدام کنترل سرش نداره، هیچ قانون برش نداره که چرا همین کار میکنی. نرخ در کجاست؟ نرخ مکالمه در کجاست؟ در یک مملکت به این اندازه قیمت نرخ مکالمه نیست. لیکن یا چه حالاته؟ این بازی ها چی میکنه؟ هر روز پیام برات میاد که اگر از بازی های فلانی لذت ببره، از آهنگای فلانی لذت ببره. عجیب گپ است. الله رحم بکنه. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واحذروا. بله، این فرمان الله است. کسی که فرمان الله را قبول داره از این چیزا منع میشه. کسی که فرمان اطاعت پیامبر میکنه از این چیزا منع میشه.
و اطیعوا الله، اطاعت الله را بکنه، تمام احکام الله را بسر و چشم بپذیره، برای منفعت خودتان است. و اطیعوا الرسول، تابعداری پیغمبر را بکنه، احکام الله را به نقش پیغمبر در سر برسانه، عقل جنگی نکنه. واحذروا، خدا نگاه کنه از مخالفت هر دو، مخالفت الله را هم نکنه، مخالفت پیغمبر الله را هم نکنه. فان تولیتم، اگر اعراض میکنه، بازم مخالفت میکنه از فرمان الله و رسول الله، فاعلموا، بدانه، انما علی رسولنا البلاغ المبین، یقینا بالای پیغمبر ما البلاغ و رسانیدن است، المبین و آشکارا، و یقینا رسید، هیچ دیگه عذر باقی نمانده. پیغمبر مکلف نیست که مردم مکمل گناه را ترک کنه، پیغمبر مکلف به رساندن است. حالی دیگه اختیاری توسته که کدام را انتخاب میکنی. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح. سوالا پیدا شد در بعضی مردم، گفتن صحابه شهید شدن در جنگ احد، در شکمایشان نعوذ بالله شراب بود، چرا تا وقت حرام نشده بود و شراب خورده بودن. حالات از او چی رقم میشه؟ شیطانی وسوسه ها و شبهات در قلب بعضی مردم منداخت. الله آیات روان کرد. لیس علی الذین آمنوا، نیست بالای کسانی که ایمان آورده و عمل الصالحات، عمل صالح انجام داده، جناح، کدام مؤاخذه، گرفت، گناه نیست، فیما طعموا، در آن چیزی که قبلا خوردن حلال، در او وقت حلال حرام نشده بود. اذا ما اتقوا، در آن وقتی که تقوا را اختیار کنه، یعنی پس از حرمت خدا نگاه کنه. و آمنو، و ایمان، که به سبب خوف الله تقوا را اختیار کنه. و آمنو، ایمان آوردن و عمل الصالحات، عمل صالح انجام دادن. ثم اتقوا، باز تقوا را اختیار کردن. و آمنو، ایمان آوردن. ثم اتقوا، باز تقوا را اختیار کردن، پرهیز کردن خدا از کارهای حرام. و احسنوا، خب درست کردن عمل صالح خدا خالص برای الله متعال ساختن. والله يحب المحسنین، الله متعال دوست داره کسایی که محسن است، یعنی هر عملش طوری ادا میکنه مثل که الله را میبینه، سخت اخلاصمند است. ریا، سمعت، دیگه پا، شهرت طلبی، گپا در این عمل کردش وجود نداره، این را الله دوست داره. چرا؟ عملی که خالص برای الله انجام میدی، این به نزد الله خیلی زیاد اهمیت داره. در اینجا ایمان و تقوا ذکر شده. ثم آمنوا واتقوا، ثم آمنوا واتقوا. مراد از ایمان بعضی میگه که ادای فرایض و واجبات است، و مراد از تقوا لحاظ کردن سنن و مستحبات است. او کسی دیگر معناها خیلی زیاد کرده. در اول که میگه که در اول نیست بالای کسانی که ایمان آورده عمل صالح کرده، جناح فیما طعموا، در آن چیزی که خوردن، اذا ما اتقوا، در آن وقتی که از کفر و شرک خدا نگاه کردن، از کفر و شرک خدا نگاه کردن. و آمنو، ایمان آوردن، یعنی ایمان خدا ثابت قدم نگاه کردن. و عمل الصالحات، امرش عمل صالح به مقتضای ایمان انجام داد. ثم اتقوا، بعد از حرمت خدا از حرام نگاه کرد. و آمنو، دمی عقیده خود باقی ماندن که بلی حرام است. ثم اتقوا، بعد از او پرهیز کرد. چی مانا؟ از چیزایی که مشتبهات است، چیزایی که در شبه خودم اندازه، از اون اجتناب کرد. و احسنوا، نه آلی با کمال اخلاص و صداقتمندی تابعداری نظام الله را میکنه. والله يحب المحسنین، الله دوست داره محسنینه. چرا؟ در تمام مراتب ایمان اخلاص مرتبه اول، رکن اولش اخلاص است که در او ریا و خودنمایی و شهرت طلبی ایگه پا نباشه. این یعنی ایجا اشاره به ایسته که اگر مومن یک عمل انجام میده، تو عملی را که سبب بربادی عمل دیگر نباشه، اونمو مردم محسن است. چرا؟ اخلاص میکنه. معلوم شد که بعضی اعمال طوری است که سبب بربادی عمل دیگه میشه، مثلا ریا، مثلا سمعت، خودنمایی. این کلش اطور اعمال است که مکمل، یا شرک هم اعمال دیگر مکمل چی میکنه؟ تباه میکنه. پس کدام شخصی که تقوا را اختیار کرده، این طور عمل را انجام نداده که سببی چی شوه؟ بربادی عمل شوه و سر ایمان و عقیده خود مکمل باقی بمانه، الله میگه این نمی مردما سرش هیچ نوع جناح نیسته. پس صحابه که قبلا وفات کرده تا وقت حرمت نآمده، با وصفی که شراب نوشیده، الله وارا بخشیده. چرا؟ به خاطر که تا وقت حکم حرمت نآمده بود. یا ایها الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء من الصید، ای کسانی که ایمان آورده خامخا امتحان میکنه الله شما را بشیء به یک چیزی من الصید، از شکار، تنالوه که میرسه ایدیکم دستای شما به او شکار، و رماحکم یا مرمی هایتان، تیرایتان میرسه،
لیعلم الله من یخافو که واضح بسازه جدا کنه الله متعال کسی را یخافو که میترسه از عذاب الله متعال بالغیب در نادیدگی. فمن اعتدا کسی که تجاوز میکنه از حد شرع بعد ذالک پس از بیان فله عذاب علیم برای از عذابی دردناک است. پس از که عذاب بیان آمد حال دیگه اگری هم مخالفت میکنه عذابی دردناک میاد. مسئله شکار خشک است که در خشک شکار کردن چطور است؟ البته در حالت احرام است. الله متعال یومتم مبتلا به این طور چی کرده امتحان الحمدلله که کامیاب برآمده. مثل که بنی اسرائیل الله مورد امتحان قرار داد به خاطر شکار در روز شنبه.